آقا یه شب مهمونی رفتن نیمار چقدر خرج داره؟ امکان نداره این دهن سرویس بخواد جایی بره و یه لباس معمولی بپوشه، چون از اون دست آدماست که خودش هم نمیدونه روزی چقدر خرج میکنه. شاید باورتون نشه ولی همین کاپشنی که دارید تو تن شازده میبینید به پول ما 300 میلیون قیمتشه. باور نکردنی تر از کاپشنش تیشرتیه که زیرش پوشیده، چون 30 تومن ناقابله. آخه یکی نیست بهش بگه الان این چه فرقی با تیشرت مشکی 500,000 تومانی داره. یکم که بیایم پایین‌تر و به جاهای منشوری برسیم متوجه میشیم شلوار این ست 95 میلیون تومنه. وقتی اینا انقدر گرونن توقع ندارید بگم کفشش 1 تومنه که منطقیه کفشش هم 60 میلیون باشه. خب حالا دیگه به این تماشاگر عربه که انگشتر نیمار رو دزدید حق میدم، چون نیمار همه چیزش گرونه.